اعضای گروه کاری در روز دوم صحبت و ملاقات با کارمندان شرکت‌های نقلیات کرایوی با رانندگان جمعیت‌های سیاحان و سباق تاکسی واخوری انجام دادند. گذراندن صحبت و واخوری با رانندگان در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه راه‌اندازی گردیده، مقصد آن تقویت فعالیت تاکسی دوشنبه میباشد. شرح بیشتر در این باره. برنامه رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2028 31 اکتبر سال 2022 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید. جهت اجرای برنامه مذکور در شهر دوشنبه کنسپسیای گذشتن به نقلیات برقی تهیه شده مورد بهره برداری قرار گرفت. اعضای گروه کاری با راهبری معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرست ساحه نقلیات فردوس سعیدزاده در روز دوم صحبت و ملاقات با رانندگان و کارمندان شرکت‌های تاکسی با مشخصات تکنیکی و افضلیت تمغه‌های نوی الکترومبیل‌ها شناس شدند. اطلاع داده شد که شرکت سیاحان 3 عدد الکترومبیل تمغه ایون وارد کرد و آن را مورد استفاده بری و آموزش قرار می‌دهد. داخل کشاد و برهوا باغاج کلان و ذخیره زیادی نیروی برق در اکومولاتورها از برتریت‌های اساسی این نوع الکترومبیل میباشد. طبق طلبات کنسپسیای گذشتن به نقلیات برقی تا سال 2026 پارک نقلیاتی پایتخت باید پرراه الکترونی شود. با اینوبت این مقررات شرکت‌های تاکسی در رقابت با همدیگر کوشش دارند خدمت‌رسانی خود را هر چیز زودتر توسط الکترومبیل‌ها براهمانند. شرکت سباق تاکسی پارک نقلیاتی خود را پرراه الکترونی کرد و شرکت سیاحان تا امروز 42% گزارش را اجرا کرده است. وجود هم خیلی مقبول شده که برای هم به اوزیش، برای خوشو رفتنش، برای خوشوگی ماشین الکترومبیل نبوده که از خود بوده که این همش خراجات راننده ها بودن که برای که این از پروکاد ایستادگی بنزینی میشه اگر این هم که از خود بوده ایده از خود نیست که خیلی چه که ضرر میمونه قد پلام از خود نمیشه خیلی خوب ده هم ماشینه که حرکت است. خلاصتون چیه؟ با الکترومبیل که دیگه خیلی خوبه که برای که رویشش برای بی‌فرا نکردنش برای عصبی نکردنش پروکاد همیستی فکر نمیکنه که بنزین از خود چیده سای. در ملاقات با کارمندان شرکت‌های کرایوی راهبریت ساختارهای نقلیاتی پایتخت توجه رانندگان را به تحکیم بخشیدن خدمت‌رسانی جلب نمودند. تاکید گردید که خدمت‌رسانی تاکسی دوشنبه باید نمونه عبرت باشد. سرپرست ساحه نقلیات چند نمونه شرح شهروندان اوید به خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی در شبکه‌های اجتماعی را بر رانندگان خاطررسان کرده ابراز داشت که راننده تاکسی حق ویران کردن شرط و طلبات آیین‌ناموی اجازتنامه‌دهی قاعده‌های حرکت در راه را ندارد. با نگرانی اظهار گردید که امروز اکثر رانندگان نقلیات سبکروی کرایوی قبل از سوار شدن مسافر به اتومبیل اول سوال می‌دهند که کجا می‌روی؟ اگر محل سفر مزاج بر راننده موافق یا پسند نآید خدمت‌رسانی تاکسی دوشنبه زیر سوال می‌رود. بعضی رانندگان کوچه و خیابان شهر را نمی‌دانند، هنگام فعالیت تاکسیمتر را خاموش می‌کنند، بدون استفاده برنامه شرکت فعالیت می‌کنند، به حالت سانیتری ماشین اهمیت نمی‌دهند، لباس آیین‌ناموی و معامله خوب ندارند. جهت اجرای این کمبودی‌ها و بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی در نقلیات کرایوی به راهبران شرکت‌ها دستور داده شد که سمینارهای آموزشی با رانندگان براه مانده در این سمت کار را جانانک نمایند. در فرجام ملاقات میان رانندگان و راهبران ساختارهای نقلیاتی مبادله افکار صورت گرفت و رانندگان به سوالهای خود پاسخهای مشخص گرفتند.